مشتات چجور بگم بدجوری مست و پاتیل شد دلم باقه تا بادنگوری باقه تا بادنگوری. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه، پریناز هستم در خدمت همه شما دوستان عزیز. امروز به بنکوت هال بسیار بسیار مجلل امبسی گرند اومدیم تا این محل بسیار زیبا رو به شما نشون بدیم. همونطور که همه دوستان میدونین 19 مارس کمپانی پارادایز ایونت پلنینگ جشن بسیار بزرگی رو با حضور افشین اینجا برگزار خواهد کرد. ما امروز با دوستان عزیز اینجا جمع شدیم تا بتونیم قسمت‌های مختلف این بنکوت هال رو به خوبی به شما نشون بدیم تا اون روز بتونین از اینجا لذت ببرید. اینجا سالن داخل بنکوت هال امبسی گرند هست. همونجور که می‌بینین سالن بسیار مجللی در اینجا وجود داره. میزهای 10 نفره برای اون شب مثل الان در نظر گرفته شده که بعضیا تیکت‌ها رو میتونن مثلا 10 نفره خریداری کنن، اگر نه که ما خودمون این ستاپ رو تهیه خواهیم کرد. استیج برنامه که برای افشین در نظر گرفته شده اون قسمت خواهد بود که در اون استیج افشین به همراه بند پروفشنالشون برنامه رو با بهترین نحو اجرا خواهم کرد. ضمن اینکه ما امسال این خبر خوب برای شما داریم که افشین به همراه آلبوم جدید دلتنگم میاد و این آلبوم در روز ولنتاین یه دونه آهنگش ریلیز شده و بقیه آهنگاش برای نوروز حتما اینجا ریلیز خواهد شد. با توجه به حساسیت ساوند و لایت، شرکت پارادایز یکی از بهترینای ساوند و لایت رو برای اون شب در نظر گرفته که به بهترین نحو ساوند و لایت برنامه افشین اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه این سالن بسیار بزرگی هست، ما برای اینکه بتونیم کاور کنیم در واقع استیج رو برای همه افرادی که تو سالن حضور دارن، اسکرین های بزرگی در نظر گرفته شده که برای اون شب به صورت لایو از افشین یا از اسپانسرها در روی اسکرین ویدیوهایی پلی خواهد شد و 3 تا پلیت به همه دوستان تقدیم خواهد شد. پلیت اول سالاد، پلیت دوم مین کورس هست که ما 2 تا مین کورس خواهیم داشت چون شب سال نو هست. فیش، ماهی سلمون و چیکن به همراه وجی و پلیت سوم دیزرت خواهد بود که انشالله همه دوست داشته باشن. من کنار یکی از بارهای این بنکوت هال وایستادم این مژده رو به همه شما دوستان عزیز بدم که این برنامه به صورت اوپن بار برگزار خواهد شد و ما 7 تا بار رو اون شب اوپن خواهیم داشت برای رفاه شما عزیزان که این بارها درای به سمت لابی و همچنین به سمت داخل بنکوت هال خواهند داشت که شما میتونین از اونها استفاده بفرمایید. اینجا محل ورودی بنکوت هال هستش که همه عزیزان از همین در 2 تا دری که اینجا هست تشریف میارن داخل بنکوت هال و وقتی که وارد بنکوت هال میشین سفره بسیار زیبایی روبروی شما خواهد بود که این سفره توسط خونچه عسل ستاپ میشه. اینجا توی این محل ما سفره خواهیم داشت که این سفره مثل سفره 7 سین برنامه پارسالمون خیلی سفره زیبا و بزرگی خواهد بود که حتما میشه باهاش هم عکس انداخت و خب این چیزی که همه ما ایرانی‌ها دوست داریم، عکس با سفره 7 سین که خب به عنوان یادگاری تا سال بعد ما این عکس رو حتما خواهیم داشت. در این قسمت عکاسی فوتوتک به مدیریت آقای توانا استودیوی خیلی بزرگی رو ستاپ خواهند کرد برای شما عزیزان. پارسال هم ما این عکاسی رو توی برنامه‌مون داشتیم. عکس‌ها با سفره 7 سین یا با دیزاینی که خودشون آماده کردن گرفته خواهد شد و شما میتونین عکس‌ها رو در همون شب یا بعداً از عکاسی دریافت کنید. عکاسی تک به همراه گروه پروفشنالشون در این برنامه حضور پیدا میکنن و ویدیوها و عکس‌های خیلی حرفه‌ای رو به همه دوستان تقدیم میکنن. خبر خوب دیگه که براتون دارم وجود شیرینی‌های خوشمزه قنادی پاپاست. اون شب ما افتخار داریم که این قنادی ما رو ساپورت کرده و شیرینی‌های خیلی خوشمزه‌ش رو که ایرونی‌ها در هر جای دنیا بازم عاشق شیرینی‌های ایرانی هستن. اینو اون شب میتونین تیست بفرمایید و
حتما خیلی خوشمزه است و همه دوست خواهیم داشت. این برنامه میسر نبود اگه اسپانسرهای برنامه ما رو ساپورت نمی‌کردن. این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلیمون حمایت اسپانسرها رو داشت. اسپانسرهای گلد و سیلور در این برنامه هم ما رو باز ساپورت خواهند کرد. ما از همینجا از همه‌شون ممنونیم. در این قسمت بانکوت هال ما اینترتینمنت خواهیم داشت برای بچه‌های شما عزیزان. از اونجایی که پارادایز مهمونیش رو به صورت فامیلی برگزار میکنه و در شب سال نو شما به همراه بچه‌های عزیزتون در این جشن شرکت خواهید کرد، ما دوست داریم بچه‌های شما هم از این برنامه لذت ببرند. اینترتینمنت خاصی رو برای اون شب در این قسمت ما در نظر گرفتیم که حتما من مطمئنم هم بچه‌ها لذت میبرن هم والدینشون میتونن اون داخل از دنس فلور توی اون تایم بیشتر استفاده کنن. برنامه 19 مارس رو فراموش نکنید. امسال شرکت پارادایز برنامه شب سال تحویل و شب چهارشنبه سوری رو در یک شب برای شما جشن خواهد گرفت با حضور افشین، خواننده‌ای که محبوب خیلی از دلهاست و برای اون شب شادی زیادی رو برای شما ایجاد خواهد کرد. برنامه 19 مارس رو میس نکنین، حتما توش حضور پیدا کنین. من مطمئنم که پشیمون نمیشین. کمپانی پارادایز سال قبل ایونت نوروزش رو با حضور 750 نفر سالداد کرد و انشالله که ایونت امسال هم به همین صورت باشه. هدف ما واقعا رضایت مشتریانمون هست که در این برنامه حضور پیدا میکنن. با توجه به اینکه اونا ما رو ساپورت میکنن، ما هم دوست داریم از کل برنامه راضی باشن و بهشون یه شب واقعا به یاد ماندنی رو برای همه ایجاد کنیم. ما ایرانیان خارج از کشور دوست داریم که مثل ایرانیان داخل ایران نوروز رو جشن بگیریم تا آیین و سنت‌های عید و ایرانی رو برای خودمون و برای فرزندانمون زنده نگه داریم. امروز 15 فوریه است و ما برف بسیار زیبایی رو در تورنتو داریم که یک هفته است ما شاهد همین برف در تورنتو هستیم. امیدوارم که تا 19 مارس هوای مقداری بهتر بشه. پارسال ما این شانس رو داشتیم که در زمان سال تحویل ما هوای بسیار خوب رو در تورنتو داشتیم. امیدوارم که امسال هم هوای تورنتو ما رو یاری کنه و ما بتونیم از هوا همراه با سال نو لذت کامل رو ببریم. پارکینگ بسیار بزرگی که الان تقریبا همه این پارکینگ با برف کاور شده در جلوی درب بانکوت هال وجود داره که این پارکینگ فری هست و شما اون شب میتونین ماشیناتون رو جلوی درب ورودی بانکوت هال پارک بفرمایید. یکی از خصوصیات خیلی خوب برنامه پارادایز در 19 مارس اینه که همه چی آل اینکلوسیو هست. شما میتونین بدون پی کردن برای هیچی اینجا اون شب با همون تیکت اولیه که تهیه فرمودین بهترین سرویس رو داشته باشین. پارکینگ، سرویس چکین کوت و بار و سیت دان دینر، همه اینا چیزایی هست که شما اون شب میتونین ازش بهره مند